وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 25 آگوست سال 2022 از بازداشت دو جوانزن در دوشنبه با اتهام قلابی با خانه‌های مردم خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم با روی فریب به باوریش در آمده خانه استقامتیش واقع در کوچه زرفشان شهر دوشنبه را به اجاره گرفته غیر قانونی حجت‌های قلبکی نموده به مبلغ 220,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده فروختند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 72 ساله و دو زن 32 و 28 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شدند. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی مذکور با عریضه مرد 28 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مهیا نام شخص با روی فریب به باوریش در آمده از او خانه به اجاره گرفته‌اش واقع در کوچه سویلی شهر دوشنبه را به مبلغ 170,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده خانه را به دیگر نفر به مبلغ 140,000 سومانی غیر قانونی فروخته است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی زنان 32 و 28 ساله در بالا ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شدند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.